در تاجیکستان به زودی قانون به اجرا می درآید که اجازه نمی دهد مثلا در بیمارستان، اداره برق یا هر مؤسسه دیگری دولتی پول نقد پردازید. پول هر خدمات، چه حق استفاده برق و یا حتی جریمه برای رعایت نکردن قاعده حرکت راه باید آنلاینی یا در بانک پرداخته شود. هدف از این نوآوری چی است و آیا این کار می تواند خوردن حق مردم را از بین برد؟ همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. مومین، هدف از تغییرات در کدکس حقوق ویرانکنی مأموری که برای گرفتن پول نقد در اداره‌های دولتی جریمه تعیین کرده است چی است؟ بله زرانگیز، وکیلان مجلس نمایندگان هنگام بررسی تغییرات در کدکس گفتند که هدف مساعدت به اجرای قرار رئیس جمهور امامعلی رحمان است که ماه اوگوست قبول کرد. بر اساس آن قرار ساکنان باید پول آب و برق، انداز و جریمه و دیگر پرداخت‌ها را با کارت بانکی یا همیان موبیلی پرداخت کنند، نه مثل پیشینه که پول را به دست یک کارمند اداره دولتی می‌دادند و یا پشت در خزینه نوبت ایستاده می‌پرداختند. بعد حکم اجرا گرفتن تغییرات در کدکس حقوق ویرانکنی مأموری، اگر یگان کارمند دولتی از دست کسی مثلا پول برق را نقد بگیرد، او را از 680 تا 1360 سامانی جریمه می‌کنند. وکیلان مردمی میگویند که جزا برای قبول پول نقد مانع سوء استفاده پول دولت و یا رشوه‌خواری می‌شود و به شفافیت عملیات‌های مالی و در عموم پیشرفت اقتصاد تاجیکستان سهم می‌گذارد. مومین، برای پرداخت غیر نقدی پول خدمات دولتی یا مثلا پول آب و برق، اینترنت خوب لازم است که مردم بتوانند برفتند پشت در اداره پول سپرند. این مسئله تا کجا به نوبت گرفته شده است؟ بله زرانگیز، واقعا ما این طرف مسئله را پرسیدیم و با مردم صحبت داشتیم. مثلا یک مصاحب ما از ناحیه وخش گفت که سرعت سست اینترنت در دهه آنها نمیگذارد که از ضمیمه بانکی استفاده برده شود. یا مسئله دیگر ندانستن راه‌های استفاده از ترمینال یا ضمیمه‌های بانکی است که مشکل مردم کلانسال است. اقتصاددان‌ها هم اگرچه قرار درباره معاملات غیر نقدی را قرار خوب می‌دانند، ولی می‌گویند شتابکاری در اجرای آن درست نیست. عبدالله اشرف، تحلیلگر مسائل اقتصادی که با او صحبت کردیم، گفت حکومت می‌خواهد پیش راه رشوه‌خوری و فریب مردم را بگیرد، ولی به اینترنت بلند سرعت اجرای این کار مشکل است. او مثال آورد که چگونه در فصل زمستان و قطع نیروی برق مردم عذاب میکشند و نمیتوانند پول خدمات دولتی را درست پردازند. او همچنین گفت که برای کلانسالان که راههای پرداخت غیر نقدی را نمیدانند باید استفاده دیگر راهها باشد که توانند مثلا به خزینه دولت روند و آنجا پول سپارند. واقعا اینجا نقطه جالب هست که دیگر ناظران راه و یا ماموران ملیسه هم حق ندارند کسی را در سر راه جریمه کنند و پول او را بگیرند، ولی تا کجا این فرموده قانون اجرا می شود حالا معلوم نیست. تشکر. همکارم مومین احمدی درباره تلاش حکومت تاجیکستان برای از بین بردن پرداخت‌های نقدی صحبت می‌کرد.